سلام خدمت شما دوستان عزیزم. امروز اومدم با یه مدل آموزش دیگه که به درخواست شما عزیزان بود. ببینید دوستان، اگر که شما پایتون رو بافتین و یه دور پولکتون زدین، حتما از سمت چپ کار شروع به باف بکنید و حواستون باشه که این سر پولکتون به سمت بالا باشه، یعنی به این شکل باشه. خب برای شروع کار من از سمت چپ کار مثل همیشه نخمو گره میزنم و بعد از گره یه پای کوتاه میزنم و حالا برای شروع کارمون ببینید دوستان، اینجا رو خوب توجه کنید بچه ها، خوب دقت کنید چه میشه. نگاه کنید، من برای شروع کار اول 4 تا منجوق یا ملیله، حالا هر چی که دوست داشتیم، وسایلش رو داخل کفشه می‌نویسم. نخمم که 2 تا تاره، الان من اینجا ملیله دارم استفاده میکنم. 4 تا ملیله میارم و به این شکل قفلش میکنم. بعد از قفل ببینید من قلابمو زیر این زنجیرها میزنم. نگاه کنید، زیر این زنجیرها قلابم داخل پایه نزدم، زیر زنجیرها زدم. حالا تقریبا بعد اینکه قفل کردم داخل زنجیر اولی یه پای کوتاه زدم و 3 تا پای کوتاه دیگه میرم جلو. ببینید 3 تا پای دیگه میرم جلو. خب 3 تا پایه رفتم جلو و حالا 4 تا زنجیر میزنم. ببینید 1 2 3 و 4. 4 تا زنجیر زدم، کارو بر میگردونم و قلابمو وسط این 4 تا ملیله فرو میکنم. ببینید وسط 4 تا که 2 تا این وره 2 تا اون وره و اینجا با پای کوتاه وسط این 4 تا قفلش میکنم. خب حالا دوباره کارمو بر میگردونم به سمت چپ و حالا دوباره اینجا 4 تا ملیله دیگه میارم. ببینید این 4 تا رو که زدم دوباره 4 تا دیگه ملیله میارم، قفلش میکنم. بعد از قفل حالا داخل این 4 تا زنجیری که اینجا زده بودم با 4 الی 5 تا پای کوتاه قفلش میکنم. خب پس 4 تا ملیله آوردم، قفلش کردم و قلابمو داخل این 4 تا زنجیر زدم و با 4 الی 5 تا دونه پای کوتاه پرش میکنم. اگه 4 تا پای کوتاه زدی همون 4 تا، اگه 5 تا هم زدی همون 5 تا دیگه، نه کمتر از 4 تا باشه نه بیشتر از 5 تا، حواستون باشه. خب حالا اینو زدم و ببینید قلابمو داخل پایه بعدی فرو میکنم و یه پای کوتاه میزنم. خب حالا اینجا وقتی که به پایه اصلی وصل کردم دوباره 4 تا دیگه ملیله میارم. ببینید به این شکل دوباره 4 تا ملیله میارم، قفلش میکنم و دوباره تو پایه بعدی دوباره یه پای کوتاه میزنم و حالا دوباره 3 تا پایه با پای کوتاه میرم جلو. 1 2 و 3. خب حالا اینجا 4 تا زنجیر میزنم. 1 2 3 4. حالا اینجا رو خوب دقت کنید دوستان. ببینید کارو بر میگردونم به سمت راست و قلابمو وسط این 4 تا ملیله اول فرو میکنم، یه پای کوتاه میزنم، دوباره 4 تا دیگه زنجیر. 1 2 3 و 4. 4 تا دیگه زنجیر زدم و قلابمو وسط 4 تا ملیله بالا فرو میکنم و یه پای کوتاه میزنم. ببینید به این شکل. حالا دوباره کارمو برمیگردونم به سمت چپ و دوباره اینجا رو سر این 4 تا دیگه ملیله قفل میکنم. 4 تا ملیله قفل میکنم و داخل این زنجیرها با 4 تا پای کوتاه پرش میکنم. 1 2 3 و 4.
ببینید به این شکل. حالا رو سر این 4 تا ملیله دوباره قلابمو فرو میکنم وسط این 4 تا ملیله، یه پای کوتاه میزنم، دوباره 4 تا ملیله دیگه، دوباره 4 تا ملیله دیگه میارم، قفلش میکنم و حالا داخل این زنجیر پایین هم دوباره 4 تا پای کوتاه میزنم. 2 3 و 4 تا پای کوتاه زدم و حالا قلابمو تو پایه بعدی به پایه اصلی وصلش میکنم با پای کوتاه. خب حالا دوباره 4 تا دیگه ملیله قفلش میکنم، دوباره 4 تا قفل میکنم و تو پایه بعدی یه پایه کوتاه میزنم، دوباره 3 تا پایه با پایه کوتاه میرم جلو. 1 2 تا 3 تا. خب حالا اینجا 4 تا زنجیر میزنم. 1 2 3 4 تا زنجیر زدم. خب کارمو برمیگردونم به سمت راست. خب ببینید دوستان، قلابمو وسط این 4 تا ملیله اول قفلش میکنم، دوباره 4 تا دیگه زنجیر میزنم. 1 2 3 4 وسط 4 تا ملیله بعدی دوباره قفلش میکنم، دوباره 1 2 3 4 و وسط 4 تا ملیله این بالا هم قفلش میکنم. ببینید شما هر ردیفی که هر چقدر که میخوای این ردیف این بشکیتون بلندتر بشه، از رو سر این یه دونه وصلش میکنی. الان مثلا نگاه کنی اینجا 1 2 تا 3 تا 3 ردیف شد، اینجا 2 تا، اینجا 1. حالا اگه خواستی که مثلا 4 ردیف باشه، 4 تا ملیله دیگه اینجا قفلش میکنی. حالا من میخوام همین 3 تا برام کافیه. خب حالا یه دونه دیگه هم وصلش میکنم که متوجه بشی. نمیخوام کلیپم زیاد بشه. شما هر ردیفی که میخوای، مثلا اگه 5 ردیف میخوای در نظر بگیری، اینجا رو میشماری، مثلا میبینی 1 2 3، پس 2 ردیف دیگه ببافم میشه 5 ردیف. حالا من یه ردیف دیگه ببافم که متوجه بشی که هی هرچی شما میری جلوتر به این ردیف اینجا اضاف میشه. خب ببینید الان من اینجا ردیف 4 رو میخوام ببافم. دوباره 4 تا ملیله قفلش میکنم. بچه‌ها خوب دقت کنی که گیج نشی. 4 تا ملیله قفلش میکنم، کارو برمیگردونم به سمت چپ و حالا داخل این زنجیره ها من با 4 تا پای کوتاه پر میکنم، مثل همون بافت قبلی. 4 تا پای کوتاه میزنم. خب حالا رسیدم به این 4 تا ملیله بعدی. ببین اینجا دوباره یه پای کوتاه میزنم، دوباره 4 تا ملیله قفل میکنم. بعد از قفل حالا دوباره داخل زنجیر پایینی دوباره 4 تا پای کوتاه. 4 تا. خب حالا دوباره